اومدم خونه و داشتم یعنی دارم آماده میشم که برم بدوم. یه چیزی دیدم که خیلی دوست داشتم که به شما هم یعنی بدونیم براتون بخونم. به نظر من شاید امروز یکی به این نوشته احتیاج داشته باشه. نوشته که اگر چیزی را به کسی دادید که سالها آن را نداشت، بعد از اندک مدتی میفهمید که چرا دنیا هم آن را به او نداده بود و شما هم نباید در کار دنیا دخالت میکردید. پس هیچ وقت به اندازه آدم ها دست نزنید. زیرا آنها را مغرور به ارزشی میکنید که لیاقتش را ندارند. هر آدمی به اندازه خودش. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و استفاده لازم ازش ببرید.